مانیکور سریع و تمیز بدون آسیب به ریشه، فقط با دقت و صبر. ناخن شکسته اول ریموو میکنیم، همه هوای مواد رو میگیریم. حواستون باشه هیچ جای مواد هوا نداشته باشه. با پوشر درست مثل ویدیو مورب پوشر رو میگیریم، زیر کوتیکول میذاریم و هل میدیم به سمت عقب و رو به بالا. با دقت نگاه کنید که درست انجام بشه، جوری که پوشر راحت زیر کوتیکول کشیده بشه، هیچ جای کوتیکول نچسبیده باشه و راحت جابجا بشه. نگاه کنید قشنگ جابجا بشه. حالا بعد پوشر زدن با سوهان اشکی ریز دوباره زیر کوتیکول رو میکشم که مطمئن باشم دیگه جایش به ناخن نچسبیده باشه. یه سوهان ریز کاغذی میکشم که تمیزی بیشتری به من بده. نوبت نیپر زدن رسید. کوتیکول رو قشنگ با نیپر هل میدیم رو به عقب که کوتیکولمون بیاد رو به بالا. با آرامش و دقت قشنگ دقت کنید که فقط کوتیکول رو بگیرین نه بیشتر، چون ممکنه دوباره خون بندازین و تیکه تیکه تمیزش کنید که مطمئن باشین همه جای کوتیکول رو گرفتین و در آخر با فوم کلینزر تمیزش میکنیم و همینقدر تمیز شما یه مانیکور سریع و سالونی دارین. حالا دیگه میره نوبت مواد گذاری.